السلام علیکم شنونده های ارجمند. گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می نماییم. حالا گفتار دویم را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولов بشنوید. اگر نسبه و شجره صدرالدین عینی به مثل نسبه و شجره بسیار ادیبان و صنعتکاران و عالمان تاجیکی عصر بیستم لاهوتی، ترسنزاده، غفورов و دیگران ترتیب داده نشوند، در تحلیل و تدقیق تاریخ علم و مدنیت و ادبیات و صنعت خلق تاجیک سدی کلانی و بیسر و سامانی به وجود می آید و جای آموزش حقانی و درستی آنها را روایت و نقلهای غلط، افسانه ها، اسطوره ها و ساختکاری ها اشغال خواهند کرد. بنابراین عینی شناسان را لازم است که هر یک رقعه، مکتوب، وثیقه و مخصوصاً اثری را که نمایندگان آبا و ابنا و نسل و اجداد ابو عبدالله پاینده ساکتریگی نوشتند جستجو نمایند، همه جانبه آموزند و دسترسی علم و مدنیت خلق تاجیک گردانند. هنوز سیمیونوف در پسگفتار ترجمه روسی یادداشت‌های عینی در این خصوص به حجت‌ها و مخصوصاً به نقل و روایت‌ها و افسانه‌ها تکیه نموده چنین نوشته بود: پدری وی صدرالدین سید مرادویچ عینی، سید مراد خواجه، از اولاد خواجه ها بود که از روی روایت ها پیدایش آن با اولاد پیغمبر وابسته است. وسپامینانیه صحیفه 954. هم سیمیونوف و هم خالد عینی معلومات دادند که پسر ابو عبدالله پاینده ساکتریگی میر محمد میر حسین مولانا پاینده ساکتریگی در سال 1609 رساله جامع الفضائل را که نامی دیگرش مجمع الفضائل هم بود می نویسد. او در این رساله چی درباره حیات و روزگار ابو عبدالله پاینده ساکتریگی و ابنا و اجداد او، چی راجع به عقیده و افکار، چی در خصوص تاریخ طریقت کبرویه و فرقه های تصوفی این طریقت، چی آید به خلق و اطوار و مقصد و مرام خواجگان و اولاد خیش و مانند آنها سخن رانده است. مؤلف فوق باز تأکید می کنند که به قلم همین میر محمد حسین ساکتریگی رساله دیگری آهنگ فلسفی و دینی و تصوفی داشته مطلع الکبیر یا که مطلع الکبرا نیز نوشته شده است. در اثرهای نامبرده او عقیده های راسیونالیستی خیلی زیاد به نظر می رسند. مثلا این شیخ می نویسد که همه ماده های عالم به قانون انکشاف و تغییرات تابع می باشند و درجه های گوناگون ترقیات را از سر می گذرانند و آنها در نوبت خود با صفت و خصوصیت های نو به نو پیدا می کنند. شیخان صدپیری ساکتریگی افکار صوفیوی را درباره عدالت، رواج و رونق و انکشاف داده، با قطعیت و به طور جدی حلال را از حرام، جایز را از ناروا، ممکن را از ناشایسته جدا می سازند. آنها همه گونه پیشکش و تحفه را به حاکمان وقت رد می کردند و گفته های آنها را منع می ساختند، چون که آنها را حاکمان وقت نه با راه حلال بلکه با توسط جبر و ظلم
و غصب و غارت به دست می درآوردند. فیش رحیم هاشیم گلزمی ساویستی صحیفه 20. بعدها رساله های تاریخی ولی، جامع الفضائل و مطلع الکبرا را که به قلم نمایندگان این اولاد نوشته شده بودند، یکی از نمایندگان همین اجداد ابو عبدالله پاینده ساکتریگی خطاط پادشاه خواجه بینی رحمت الله خواجه در سال 1251 هجری 1835 میلادی رونویس و صحافی می نماید. از این معلومات های سیمیونوف و خالد عینی روشن می گردد که همه اولاد و اجداد عینی نماینده شیخان و اکثری خواجگان طریقت کبرویه ساکتری بودند. باید تأکید نمود که نمایندگان این خانواده با زحمت و مهنت حلال دهقانی و هنرمندی روز می گذرانیدند. با عدالت خواهی و آزاد فکریشان از بعضی دیگر نسل و اولادها و طریقت و فرقه ها فرق می کردند و با سوادناکی و معرفتناکیشان نمونه عبرت دیگران بودند و غیرها. ولی تا حال محققان حیات و ایجادیات عینی حتی چگونگی زندگی و فعالیت مهنتی و کسبی، علمی و دینی و فلسفی و ادبی اجداد و ابنای او، مخصوصاً ابو عبدالله پاینده ساکتریگی را که با نامهای دیگر مولانا ساکتریگی و خواجه صدپیری نیز مشهور بود، یگان معلومات و مواد ندارند. تأکید باید نمود که در سالهای پیش از انقلاب بخارا نام خواجه صدپیری و یا کوتاه‌تر کرده صدپیری اینچنین دهه‌ای ساکتری را با نام صدپیری به یاد آوردن در همه گوشه و کنار ولایت بخارا معلوم و مشهور بود. این فکر را باز با یک دلیل عادی از ترجمه حال عینی اثبات کردن ممکن است. وقتی که عینی را وزیر امارت بخارا نصرالله خوشبیگی استنطاق می نماید، وزیر در هنگام پرسیش به عینی می گوید: تو در زیر بیرق، منظور بیرق جدیدان است، نباشی هم باز گناهکار هستی. تو را ارواح خواجه صدپیری زد. صدرالدین عینی کلیات جلد 10 صحیفه 232. خود عینی پس از این جمله بالا در قوسین می نویسد: صدپیری بابای بزرگی من است. صدرالدین عینی کلیات صحیفه 232. از بعضی قید و اشاره ها معلوم می شود که در مدت چندین عصر از بین اعضای این اولاد و اجداد بسیار عالمان، شاعران، مورخان، صنعتکاران، هنرمندان به عالم آمده بودند که قسمی از آنها در بعضی ساحه‌های علم و مدنیت، ادبیات و صنعت و افکار فلسفی و دینی خلق تاجیک سهمی مهمی و نقش چقور گذاشته بودند. خود عینی نیز درباره بابا کلانان نامبرده خود ابو عبدالله پاینده ساکتریگی و میر محمد میر حسین مولانا پاینده ساکتریگی که با گفت خودش در دوره حکمرانی عبیدالله خان، عبدالله خان دوم و دیگر خانهای شیبانی عمر به سر برده بودند، اخباری مفید می دهد. چنان که عینی می نویسد: این نمایندگان اجدادی او عاید به جبر و ظلم و خرابکاری های سروران و حکمرانان دوره آخرین حکمرانی عبیدالله خان و عبدالله خان در آثار علمی و تاریخی و بدیعی خود به آیندگان معلومات و مواد و دلیل های ضروری و مفید باقی گذاشتند. عینی در این باره در همان تاریخ مختصری خلق تاجیک نام تقریزش به اثر بابا جان غفوروف این فکر خود را این طور بیان کرده بود: مؤلف بابا جان غفوروف
در صحیفه های 310-311 هم خرابی های زمان های آخرین دوره حکمرانی عبیدالله خان شیبانی در ماوراء النهر تاخت و تاز کردن ارگنجیان، قرقلپاقان و توکلخان قزاق را حکایه نموده، از این احوال ناراضگی اهالی را از صنف حاکم قید می کند که تماما درست است. این گفته های مؤلف را منبع های دیگر هم تصدیق می کنند. چنانچه نظر به نقل جامع الفضائل نام اثر میر محمد حسینی ساکتریگی که همزمان عبیدالله خان بوده، کتاب خود را در سال 1015 هجری 1607 میلادی تألیف کرده است، در آخر عهد عبدالله خان در میانه پسرش و او نزاع می افتاند. در اینجا سهوی به نظر می رسد. یا میر محمد حسینی ساکتریگی جامع الفضائل را در زمان زندگی عبیدالله خان ابن محمد سلطان 1495-1539 و دوران حکمرانی او 1533-1539 ایجاد نکرده است و خود او در این دوره زندگی ننموده است، و یا اینکه این اثر میر محمد حسینی ساکتریگی در زمان زندگی عبیدالله خان تألیف شده، در آغاز عصر 17 کتابت شده است. توکل به طرف بخارا تاخت و تاز می نماید. مردم زن و فرزندانشان را در درون شهر بخارا در آورده خود به هر طرف می گریزند. در این وقت پدر مؤلف مذکور ابو عبدالله پاینده ساکتریگی، این تخلصی بابا کلان نویسنده این سطرهاست، شرح صدرالدین عینی، در قرشی بیمار و در حالت احتضار مرگ بود. او می خواهد بیمار را به کوهستان حصار گرفته ببرد، اما بیمار قبول نمی کند و در حق پادشاه و تاراجگران بیت زیرین را در بدیهه می گوید: بکشید تیغی تیزو، بکشید یکدیگر را، بروید از این دیار و ببرید درد سر را. این بیت البته نظر اهالی را به صنف حاکم و هجوم آوران بادیه نشین روشن نشان می دهد. صدرالدین عینی، کلیات جلد 10 صحیفه 304. چنان که عینی می نویسد، ابو عبدالله پاینده ساکتریگی در سال 1601 وفات یافته در دهه ساکتری در طرف شمالی آن دهه در تلی بلند دفن کرده می شود. آن تلی بلند گورخانه بابا و ابنا و اجداد خواجگان ساکتریگی که اولاد عینی به آنها تعلق داشت حساب یافته، رفته رفته آن به مزار سیدان و خواجگان ساکتری و اولاد و اجداد عینی تبدیل می یابد. عینی در حکایه احمدی دیوبند آن گورخانه ابنا و اجدادش و مزار آن را که حالا هم با نام 7 علم معلوم است به طور ذیل به قلم داده است. در طرف شمالی آن دیه یک تلی بلند هست که گورخانه بابا و اجداد آن خواجگان است. آن مزار را 7 علم نیز می گویند، زیرا بر بالای آن مزار 7 علمی یلوی قطاسدار که علامتی 7 پیری کامل بوده است همیشه برپا بود. مرکزی مزار در قله تل بوده، مقبره خواجگانی گذشته به درون احاطه مخصوص در آنجا جای گرفته بود. صدرالدین عینی، کلیات جلد 5 صحیفه 9. اما نه خود عینی
در اثرهای علمی و تاریخی و بدیعیش و نه خالد عینی در کتاب حیات صدرالدین عینی نامهای آن 7 پیر کاملی ساکتریگی طریقت کبرویه را که خواجگان و شیخان آن از آن جمله ابنا و اجداد صدرالدین عینی به این طریقت تعلق داشتند یادآور نمی شوند. حالان که کی بودن و جستجو و کافته یافتن نام آن 7 پیر کاملی نسل ابو عبدالله پاینده ساکتریگی، میر محمد میر حسین ساکتریگی و گذشتگان آنها برای حل بسیار مسئله های غایوی، جهانبینی، جهانشناسی، تاریخی، فلسفی، دینی، مذهبی و ادبی و استیتیکی این اجداد و اولاد و به واسطه آنها فعالیت علمی و فلسفی و ادبی و استیتیکی خود عینی مدد کلان رسانده می توانند. خوشبختانه در وقتی در قید حیات بودن عینی خود او به دخترش خالد عینی درباره طرز گوراندن و نگاه و بین آن مزار و سغانه خواجگان ساکتری حکایه کرده بوده است که خالد عینی خیلی سطحی باشد هم این معلومات های پدرش را در کتاب حیات صدرالدین عینی گوشرسی خوانندگان آینده نموده است. از روی آن نقل های پدر دفن نوبتی در هر یک گورخانه و سغانه و مزار ابنا و اجداد آن خواجه ها در هر 20 سال پس از گوراندن آخرین متوفا به وقوع می آمده است. تا این وقت کشادن گورخانه و دفن کردن جسد نوبتی در آن منع بوده است. آخرین خواجه ساکتریگی اجداد ابو عبدالله پاینده ساکتریگی برادر کلان عینی مدرس سید محی الدین خواجه بود که در همان گورخانه اجدادی در سال 1922 بعد از جانب سرکرده باسمچیان بخارا عبدالقهار پرانده کشته شدنش به خاک سپاریده شده بود. چنان که در بالا اشاره شد، ابنا و اجداد خواجگان ساکتری از جمله ابو عبدالله پاینده یا اینکه خواجه صدپیری به شیخان طریقت درویشی کبرویه متعلق بودند. سیمیونوف و خالد عینی در اساس معلومات اثر نظر محمد النفیسی تاریخ ولی تعیین کردند که پیدایش این طریقت با نام رسول خدا محمد پیغمبر علاقمند بوده است. بنابراین پیش از نامگیری هر یکی از این خواجگان به آنها نسبت سید می گذاشتند. از همین سبب پیش از نام همه ابنا و اجداد عینی از جمله صدرالدین کلمه سید آمده است. نام این اجداد به واسطه یک چند امامهای مشهور طریقت کبرویه تا به ولی آخری عصرهای 15 و آغاز عصر 16 شیخ محمد حسین خوارزمی آمده می رسد. همین طور شجره و نام شیخ و صوفی های شیخ محمد حسین خوارزمی با نام شیخ و خواجه های ساکتریگی علاقمند می باشند. نمایندگان شیخان و خواجه های طریقت جریان تصوف تا یک اندازه عقیده های عرفانی و راسیونالیستی را ترغیب می نمودند. به ترک دنیا دلباختگی نداشتند و ترک دنیا را تشویق نمی کردند. ولی طرفداران این طریقت حامی ذکری خفیه خاموشی بوده، گوشنشینی را تبلیغ و ترغیب می نمودند و معنیداد و تعویلی هم باطنی و هم عرفانی قرآن را حمایتگر و دستگیر بودند. باید تأکید نمود که در قلمرو کشوری بخارا بعد از قژدوان
یکی از مرکزهای ترغیب و تشویق طریقت کبرویه ساکتری به شمار می رفت. انتشار طریقت کبرویه. جریان تصوف در ماوراء النهر در عصرهای 10-11 با توسط دو سیمای مشهور این جریان، ابوالحسن علی الخرکانی 954 1034 و ابو علی الفرمازی وفاتش 1084 تشکل و انتشار و رواج و رونق یافت. در نوبت خود با تأثیر عقیده و افکار و جهانبینی آنها، برادری احمد الغزالی ابو حامد الغزالی وفاتش 505 1111 و یوسف الحمدانی و پنجشوی جریان تصوف در سرزمین ماوراء النهر از جمله در کشوری بخارا سهم گذاری نمودند. هنگامی که نجم الدین کبری 540-618 هجری 1145 سیوم ایولی سال 1221 میلادی در مصر تعلیم گرفته به وطن خود به خوارزم برمی گردد و در آنجا بهر تشویق غایه‌های خیش خانقاه می سازد. به واسطه تعلیمات و اثرهای خود از جمله صفت الادب فارسیش به طریقت کبرویه اساس می گذارد. نجم الدین کبری یکی از اولین ها شده صوفی های مشهور مجد الدین البغدادی قتلش سال 1219 پدری جلال الدین رومی سلطان ولد، شیخ فرید الدین عطار وفاتش سال 1225 و بسیار دیگران را تعلیم می دهد و تدریجاً طریقت خود را به رشد و کمالات می رساند. اولها در ماوراء النهر نمایندگان طریقت کبرویه جریان تصوف ماوراء النهر را خواجگان هم می نامیدند. خواجگان خود را گروهی محدودی اجتماعی از اولاد عربهای آسیای میانه حساب می کردند و در بین اهالی این سرزمین آبرو و اعتباری کلان داشتند. در مملکت‌های عرب خواجه گفته هر یک شخصی با معرفتی غیر عرب را حساب می کردند و حساب می کنند. در دوره نخستین تشکل خود فعالیت خواجگانی مشهوری طریقت کبرویه ابو یعقوب یوسف الحمدانی البوزنجردی 441 535 هجری 1049 1140 میلادی و عبدالخالق الغجدوانی وفاتش 1220 با نام همین طریقت کبرویه علاقمند بود. نجم الدین کبری و پیروان او به مسئله برابری آدمان همه طبقه ها و گروه های جامعه به ثروت و مقامشان نگاه نکرده اهمیت می دادند، شعر و شاعری را دستگیری می کردند و به انکشاف صنعت موسیقی راه می کشادند. سماع، شنیدن موسیقی و سرود و ترانه های لیریکی نیز در مرکز دقت نمایندگان طریقت کبرویه بودند. همه اینها را اولاد و اجدادی گذشته عینی حامی بودند. رفته رفته به واسطه انتشار افکار و عقاید طریقت کبرویه در یک مدتی کوتاه در ماوراء النهر در عصرهای 11-12 چندین رویه و فرقه های متفرق و مختلف این طریقت پیدا می گردند و رواج می یابند. از جمله در اساس غایه های همین طریقت فرقه و رویه های فردوسیه، نوریه، رکنیه و مانند آنها به وجود آمده بودند. اگر رویه فردوسیه از سرزمین بخارا سر کرده در جنوب در هندوستان ریشه دوانده
در آنجا پهن شده باشد، رویه نوریه همچون یکی از شاخه های طریقت کبرویه در عراق انتشار می یابد. انتشار رویه رکنیه طریقت کبرویه را بیشتر با سرزمین خراسان علاقمند می نمایند و پس نمایندگان معروف این رویه و فرقه و شاخه های گوناگونی آن در دیگر محل های شرقی مملکت های اسلامی ماوراء النهر، کشمیر و هندوستان کار و عملیات خیش را ادامه می دهند. از همین رویه رکنیه شاخه کشمیری آن با نام همدانیه به وجود آمد که اساسگزار آن سید علی بن شهاب الدین بن محمد الحمدانی 714-786 هجری 1314-1385 میلادی حساب می یافت. سید علی بن شهاب الدین بن محمد الحمدانی همچون صوفی آوارگردی با معرفت زمان خیش بسیار سالها خودتلان را مسکن ترغیب و تشویق طریقت خود انتخاب می نماید. او افکار و عقاید رویه‌اش را در این سرزمین و ولایت‌های گرد و اطراف آن از جمله در بین نمایندگان فرقه علی شاهیان که مرکزهایش در دهکده لنگری علی شاهیانی نزد قشلاق حضرت ایشانی ناحیه دشت جوم و دهه‌های توتی علی شاهیان، لنگر کلان، چشمه جوشان، دره حبش، چقورک و گرد و اطراف آنها در ناحیه مومن آباد جایگیر شده بود و قبیله های سرشماری ترک و مغول زبانی حالا مسلمان نشده خودتلان علال خصوص در بین قبیله قیپچاق انتشار می نماید. بعد از آن که مناسبت سید علی همدانی با تیموری لنگ تیز و تند می گردد، او با 700 نفر مرید، بیعت، شاگرد و صوفی هم مسلکش بهر خلاصی از تهدید و دوری گزیدن از تیموری لنگ در سال 1380 به کشمیر می کوشد. بعد از پسی سید علی همدانی با 300 نفر صوفی و مرید و بیعت دیگر به این سرزمین می کوچند و کشمیر را مسکن آخرین خیش انتخاب می کنند. او تا زمانی ابداً به کشمیر کوچ بستن 2 مراتبه در سالهای 1372 و 1379 به کشمیر سفر نموده بود. سید علی همدانی در جاری نمودن دین اسلام در این سرزمین سهمی کلان گذاشت و پس از آن که 5 سال آخری عمرش را در کشمیر می گذراند، در همین سرزمین در سال 1385 در شهری رحلی وفات می کند و جسدش را به خودتلان آورده در آنجا می گذراند. شما گفتار دویم را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875-1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.